بچه‌ها بطن راست رو تشریح کنیم ببینیم که بطن راست چه ویژگی داره. اومدیم سون رو حالا این دفعه تو سخرگ ششی وارد کردیم. خب مطمئن باید بشیم. چجوری مطمئن میشیم؟ ضربه میزنیم به بطن. اگه بطن راست لمس شد یعنی من درست سون رو وارد کردم. سون رو میذارم داخلش، دیگه نیاز به این قیچی قطور نیست. از همین قیچی برمیدارم. چرا این کارو میکنم؟ تا تو ذهنت بمونه که بطن راست ماهیچه خیلی قوی نداره که من با قیچی قوی تری ببرم. تو ردیف سون شروع میکنم برش رو انجام دادن. آروم میرم جلو، چون ظریف‌تره سعی میکنم خیلی برشم رو عمیق انجام ندم. شما هم سر میزاتون برشاتون رو انجام بدید. آروم آروم میرم تا نوک بطنم. ظریف ببرید که اون چیزی که میخوایم رو از دست ندید. خب بازش میکنیم. خب باز توی سخرگ ششی هم بچه‌ها ما دریچه سینی داریم دیگه، مثل سخرگ آهن. باز من سخرگ ششی رو باز میکنم و این دریچه ها رو، دریچه سینی که همون مثل سین حروف الفباس رو میبینم. پرده پوششی، بافت پوششی پیدا کردی؟ خب میام جلوتر و حالا چیزی که اینجا نشون میده سمت راست، ما گفتیم دریچمون سلختی یا سلطیه که این زیر خودش رو نشون داده. خب این زیر، این پرده، 3 تا پرده رو این زیر خودش رو نشون داده که شما تو اون قسمت دیده بودید. حالا نکته‌ای که مهمه، اگه برش رو عمیق انجام نداده باشی تو یک تنابی رو توی بطن میبینی، یک تنابی اون بطن میبینی. بازش کن، این تناب رو ببین. میگیم تناب وتری. بچه آیا تو بطن چپ من اسمی از این تناب آوردم؟ پس سوال کنکوره، این تناب وتری فقط تو بطن راسته. چرا؟ این تناب بچه ماهیچه بطنم رو نگاه کن چقدر ظریفه. این تنابه نمیذاره این ماهیچه بر اثر انقباض و انبساط زیاد کش بیاد. این ماهیچه ظریفه، ضعیفه. اگه با این پمپاژها خیلی کش بیاد قلب بزرگ میشه. این تناب آفریده شده که بین این 2 تا ماهیچه رو بست بده به هم و نذاره قلب از حد نرمال بیشتر باز بشه. درسته؟